درباره امیر ابو ابراهیم اسماعیل ابن احمد سامانی پایه‌گذار دولت سامانیان نوشتند که انسان بسیار شریف و دارای اخلاق حمیده و پسندیده بود که یکی از آنها عیب پوشی و گذشت او بوده است. آوردند امیر ابن لیث صفاری تصمیم گرفت تا با امیر اسماعیل بجنگد، او را از فرارود براند و حوزه حکومت او را در قلمرو فرمانروایی خود درآورد. برای همین منظور لشکری نیرومند در نشاپور مجهز کرد و عازم بلخ شد. امیر اسماعیل برای او پیام فرستاد مبنی بر این که همکنون تو بر منطقه بسیار وسیع حکومت میکنی و در دست من جز محیطی کوچک در فرارود نیست. از این رو به آنچه در دست داری قانع باش و مزاحم من مشو. ولی امیر ابن لیث به پیام امیر اسماعیل اعتنا نکرد و همچنان راه پیمود و به بلخ رسید. سرزمین را برای اسکرگاه برگزید، خندق حفر کرد، نقاط بلند را برای دیدبانی مهیا نمود و ظرف چند روز تمام مقدمات جنگی را آماده ساخت. در خلال این مدت جمع از افسران و خاصان اسماعیل که آوازه جرأت و شهامت عمرو ابن لیث را شنیده بودند، از مشاهده آن هم از سرباز مسلح و مجهز ترس و هراس وجودشان را فرا گرفت. با یکدیگر شور نمودند که اگر بخواهیم با عمرو و سپاهی نیرومندش پیکار کنیم، در این صورت یا باید همگی از زندگی چشم بپوشیم و کشته شویم و یا آن که در اثنای نبرد به دشمن پشت کنیم و میدان جنگ را ترک گوییم و به ذلت فرار تن دهیم که هیچ یک از این دو بر عقل و مصلحت نیست. پس بهتر آن است که فرصت استفاده کنیم و پیش از شکست قطعی به عمرو تقرب جوییم و از او امان بخواهیم، چون او مرد است دانا و توانا و هرگز دامن خویشتن را به کشتن و بستن این و آن که عمل عاجزان و ابلهان است لکه‌دار نمی کند. یکی از حضار گفت که این سخن است عاقلانه و نصیحت است مشفقانه و باید طبق آن تصمیم گرفت. قرار شد در یک شب معین گرد هم آیند و به این نظریه جامه عمل بپوشانند. شب موعود فرا رسید، با هم نشستند و هر یک نامه جداگانه به عمرو نوشتند، مراتب وفاداری خود را نسبت به او اعلام نمودند و از وی امان خواستند. نامه های افسران و خاصان اسماعیل به دست عمرو رسید، آنها را خواند و مضامینش آگاه شد و نامه ها را در خورجین جای داد، در آنها را بست و مهر نمود و درخواست امانشان را اجابت کرد. جنگ آغاز شد، اما برخلاف تصور افسران و خاصان امیر اسماعیل شرایط به گونه پیش آمد که پیروزی در این جنگ نصیب اسماعیل ابن احمد شد. سپاهیان عمرو در محاصره واقع شدند و خیلی زود شکست خوردند. عده کشته، گروه دستگیر و جمع هم گریختند. امیر ابن لیث نیز فرار کرد ولی دستگیر شد. ساز و برگ نظامیان عمرو به غنیمت رفت. اموال اختصاصی او همچنین خورجین نامه های افسران به دست امیر اسماعیل افتاد. امیر اسماعیل از مشاهده خورجین و مهر عمرو ابن لیث و یادداشتی که روی آن بود مطلب را پی برد و دانست که در این خورجین نامه هایی است که افسرانش به عمرو نوشتند. خواست آن را بکشاید، نامه ها را بخواند و بداند نویسندگان آنها کی هستند، ولی فکری صایب و عقل او را از این کار باز داشت. به خود گفت اگر نامه ها را بخوانم و نویسندگانشان را بشناسم، به همه آنها بدبین می شوند و آنان نیز اگر بدانند که رازشان فاش شده است، به سبب عهد شکنی و خیانتی که به من کردند دچار خف و هراس می شوند و ممکن است از ترس جان خود پیش دستی کنند و بر من بشورند و قصد جانم نمایند، یا اینکه به مخالفتم تصمیم بگیرند و نظم سپاه را مختل کنند و پیروزی را به شکست مبدل سازند و فساید بزرگ و غیر قابل جبران به بار آورند. بنابراین اصلا در آن خورجین را باز نکرد. تمام خاصان و افسران خود را احضار نمود. خورجینی بسته را که مهر عمرو بر آن بود به ایشان نشان داد و گفت اینها نامه های هستند که جمع از افسران و خاصان من به عمرو نوشتند و به وی تقرب جستند و از او امان خواستند. 10 بار حج خانه خدا بر ذمه من باد اگر بدانم در این نامه ها چیست و نویسنده آنها کیست. در صورتی که امانخواهی نویسندگان راست باشد آنها را عفو نمودند و اگر دروغ باشد از گفته خود استغفار میکنم.
سپس دستور داد آتش افروختند و در حضور تمام افسران و خاصان خورجین سربسته را با همه محتویاتش در آتش افکند و سوزاند و اثری از نوشته ها باقی نگذارید. نویسندگان نامه از این کرامت نفس و گذشت اخلاقی امیر اسماعیل به حیرت آمدند و از اینکه نوشته ها خاکستر شد و عیبشان برای همیشه مستور ماند آسوده خاطر گشتند و از عمل خود پشیمان شدند. مجذوب فرمانده بزرگوار خویش گردیدند و از روی صداقت و راستی تصمیم گرفتند نسبت به او همواره وفادار باشند. امیر اسماعیل ابن احمد سامانی با عیب‌پوشی و رعایت اصول اخلاقی نه تنها خویشتن را از خطرات احتمالی رهایی بخشید، بلکه با این عمل کریمانه عواطف افسران و سایر افراد را جلب کرد. مهر خود را در اعماق وجودشان جای داد و آنان را به وفاداری و فداکاری مصمم ساخت.